داستان زیبایی است از جوانی به نام عنایت الله ناصری. خیلی زیباست. یا عاشق دختری بوده و روز کدام سیب برای او تحفه داده و او در داخل جوی آب سیب را رها کرده که میگه لب جویچه و سیب یک معما بود، یک نشانه و یک ارزش لای پیچیدگی ها نگهداریش سکوت همیشگی را میشکست و برای خنده‌ای که میان دره باریک در بالای کوه داشت معنا میبخشید و یقینا یک راز بود و جهانی از ناگفته ها میان آشفته بازار. سیب با آن زیبایی و سرخیش چه زیبا چیده شده بود و اما آن را که آسوده و شتابان در جویچه روان رها کرد و با یک تبسم معنادار دیگر آن سوی درختان قدم برداشت و رفت.